کجا میری؟ میرم. دست کرد کشت کن. ها؟ سهرا میری؟ بله خوبه ایفا بله سک میشه چند کل مگه بگو بفهمیدی؟ بله اما نیرولار دیدم نیرولار بله زمین کمی خو میگه روزه میخوره نیرولا روزه ها میخوره. بگیدم کیک صاحب میرا میخوره خجالت هم نکشی پیشتی جنو خجالت هم نکشی سلام علیک نکردم تو هم روزه دلمی میری یک ده همیه پیش تو میشینه خواهیت اختراط نکنه که بگی تو هم کیک بخور میرا بخور روش کنی که بدن ندنی که تو هم روزه دادی یک ده تو گب که بگی روزه خور بخور من نمیفهمم روزه بخورم 18 سال سنده منه مثل نیرولا 100 تا کیسه منه. خب فرنگی پا برا خوب بگردم تو میفهمی نام خدا یک ده میگه میشه پیش تو بشینه تو هم رنگ خود کنه که بگی روزه بخور آفرین اصلا میگم سلام میکنه سلام علیک نکن اصلا ارزش ندی آدم روزه خور به کار نیه نه بابا من پیش علی و او تا آدم ها نمیشینم روزه بخورم حیف ما نکنه. آفرین ما برو همین تو برو یک ده چیزی اگه تو میگه با آقا بگو تو ما ایسا میرسون برو وعلیکم نگو خیلی فهمتون خصوص آقای حیفن نگو تو خجالت نمیکشی روزه میخوری خجالت کش قط قیافه خو قطی سگو فقط رزینی دوزار میمونه اگر من بفهمیده که $1,000,000 به من نمیدادی که من میفهمم که تو میتو روزه خوری نام دختر خو نام تو نمیکشم کاکا خسرو قال مقال نکنه ما آدم عملیم نمیتونم روزه گرفته چکار کنم تو خور به قبرستان بکنی بابا جان کیف و سیگار نسوار که به سر میزنه اصلا دل ما کله خود خور بتر کنم خلاصه گپا بگو تو خجالت نمیکشی که مگه من سیگاری و عمل دارم حیف شما نکده شما دختر که بزی آدم روزه خور دادین بشیدی چی گمی سیاست خجالت کش مکو خجالت کشیدم بزی خالت چی کار وکیل جگه بانده و گپا موف میزنه برای من مکو خجالت کشیدم نیرولا مکو شرم خوردم بعده به کمی زینا بدن شکیم پیدا میشه تو رو میبینه نمیگه کنی دو مال نانه رو داشته هر کس ما این کاکا خسرو مر بدیم نکن خلاصه ما آدم عملیم اصلا دیگه روزه گرفته نمیتونم اصلا دیگه می ساعت از می سینه دیگه داخل خونه من نمیاد برو کاکا برات بده از آدم روزه خور بد نمیاد دیگه تو رو به در سر خونه نبینو الله خاله تو بوم میکنی طبقا چینیر گندم میکنی طبقا چینیر گندم میکنی رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان الله خاله تو کش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی یعنی صد آفرین گلک به شما زنده بشه برا یعنی با خصوصا به تو حیف شما هزاران حیف شما که خودی بعد مردم افتادی کی چه کجی همین دومات لوکا کشتی نوکی شما آها سر کلی و به یک شلقه می نمیارزه خودی پیرک رشتی و دروغ میگون گلک خود خیلی بینی ایچته شما دو خواه خور بدادیم برای عدی لاف کنه ما چه میفهمیدم برا یعنی گلک وقتی که این دومات شما نشده شخصیت شما بیا باده زیر سفه راست میگی با خصوصا ببین ماه مبارک رمضان قناقه ای بکشی سیگار میکشی گیلک به تکوچه با بیلا با خصوصا من چه شخصیت دارم میگو گیلک جو زنده بشی سیگار میکشی نه بابا باشه اگه گیلک دروغ بگو با کجا آخی دیشب بخونی ما بیدازن که همین سرسو با مادر همین این صد پیشتر به تکوچه با به
این میشتو دیدو منی که همی که تو فدوت میکنه سیگارا دوباره رفت سیگار میکشم نسوار میندازونه خب همین میگم او روزا بیامد پیارم بجو بگو گفته گردنم بعد طورمون که بزنه که تنه و اتار به شونه تو نرسه مدام مخشد گیل کار خوبی نمیکنه برارم اگیال به خونه باشه بابا خونه تکوچه بود تکوچه باه بود حتما بیامده با جمعه آمده صبح بود اگه نرفته باشه یعنی گیل ما به تو همین بگم هر چیزی تا جلو وزید بگیریم که مردم بگم این جمعات نامانه روزه نگاه کن این روزه میخوره کار خوبه نمیکنه بلا از بخوره من صبح تا لیدری میکردم گردنم بعد ماشینیه همین تا روزه میگیرم مردونگی روزه میگیرم تو گیل جون با خدا شیر آخه نورالله بی غیرتیه تنیه با خوشه همین که گیل جون راست بگی برو گیل خب اگه دیدی بفهمیدی بگو گیله گفته به خدا تو ببینم که سیگار میکشیم اونجا پشت بزنم میگه از آدم روز خور خدا بیزار حال اما خود میتونم خودی عجیب بگیرم من او عملی قبل رو من اصلا خلا میکنه میزنه به تعجیب به چی کار دارم؟ ترکا امکان داره به یک پنجی خوبان داده به امریکا او پیار تو هست تو نفت تو هست و میکشه نه بابا بکن 16 کوچه دو در رو داشت میگه به تو چی رفته داره؟ خیلی منطقه بابا من خیلی گفته که خدا کنه نبینه اگه ببینه یه پوستر میکنه یعنی من از آدی هم پیار تو باشم در این بیله میده به طلاق سری بزنم که چشمایی گفته به پیشمایی زنده باشی ها دیگه این لگی به قصر شمانه او دومات شمانه برارمه راست میگی ها دیگه با خدا که جیر میفهم یک چیزی هم هست خب اگر راست رو بپرسی خوالمان به خونه بمونده بودد بزیو داده مردم یعنی بازم اثری لافه اگه تو چی که روز خوری بگه که من فس کنم من فس میکنی بابا اگه خوار ما به خونه نمیمونده خوب خوار ما معمولی مادر تو کلونتره به مو خاطر ما بدادیم به جوی لاف کنه اگر دن خورد کردی اگه سکار کنیم برو خدا خیر آقا بچه مرگی لگ بخیر کنه گیپک کجا میری با پی داری بیشتر از کجا روزی گیپک این ابیاور یادم بده رفیقیر به من بده کی واره باغچه مار داره از این بزرگ میوه دونه میشه باور کنی تا ساگی نباشه خور مندازم همه میوه دونه میکنم لانا جون ما آدم شوقیم اول 30-40 تا کفتر و مینا دارم کفتر مینا انوی باشه بیشتر اونا رو میخوره این بده که با باغچه بسته کنم حداقل از میوه محافظت کنه نمیخورم مختصر دیرم خودی از اینا بگی میکنه خب بده به من بده بابا توی یکی میارم آخه امیر بده به من بده چه کار میشه بیشتر بگم با تو 5000 قیمتی اونا مالی 500 به تو بتون میدی 500 اون قدم آینه 1000 پروشه تو 1000 پروشه با تو می 1000 بدون نه ماما این چه کار با یک روزی یک چیزی که تو بند میشه باز میای به پیش من که من رو تورور ندارم رفیق ما هم هستی با رو تورور نمیدارم رفاقت بگی کار نداره اگه تو داری 10 تا سگی بیار من جمع میکنم این بچه نادونسته گوشته گپ میزنه نتونسته مید گپ داده میسه اگه عجیب بستم یاری واره باغچه مار بشه